نیت بفرمایید. و قبل از اینکه فالو شروع کنم خدمت شما سرور عرض کنم که سحر تلفنی که به صورت وایس و یا به صورت تماس هست و کپی برداری به هر نحوی از این به هر حال کار حرام هست و کارهای منفی برای زندگی اشخاصی که در واقع کپی میکنن از این کار داره و به هیچ عنوان راضی نیستم. این سر از طریق وایس و صدا به شخص مورد نظر، حتی اگه اسم مادر نباشه، فقط البته این رو بگم که در مورد حلال هستش و در رابطه با مسائل و نیت‌های خیر، حالا چیزایی که مثلا جادوهای سفید هست انجام میشه یا تلسماتیک سفید هست و برای بستن مثلا رزق و روزی اینها در حال حاضر انجام نمیشه مگر با صلاح اساتید و اساتید بخوان که حالا تشخیص بدن که به هر شخصی استثنا میتونه که حالا از یه سری کارها استفاده کنه، اما بیشتر برای بازگشت هست، افزایش رزق و روزی هست و به جرئت میتونم بهتون بگم کمتر از 72 ساعت و یا حتی میتونه بلافاصله این کار تاثیرگذار بوده باشه. فقط کافیه که شماره تماس یا آیدی فرد مورد نظر رو در اختیار ما قرار بدیم بعد از واریز و آف ویژه است. ببینید این کار 3 میلیون هست، اما فعلا بنا به شرایطی که شماها به هر حال یک مقدار مشکلات مالی رو داریم همگی و به خاطر حالا اقتصادی که هست ما با شما راه اومدن رو داریم و فقط به مدت 1 هفته این کار 700,000 تومان هست و بعدش برمیگرده به قیمت همون 3 میلیون و به هیچ عنوان تمدید و تکرار نخواهد شد. این فرصت رو از دست ندید. من رو اول توی تلگرام اعلام کردم و یک مقدار مشغله زیاد بود، با تاخیر به هر حال توی پیج و حالا کانال یوتیوب و حالا پیج اینستاگرامی دارم اطلاع رسانی میکنم. عذرخواهی بنده رو پذیرا باشه. و اما بریم برای فال قهوه خاص. برای ثبت سرویس شخصی با شماره 930 483 88 واتساپ یا دایرکت پیج دروبا جان فال میتونید در ارتباط باشید. تلگراممون هم که تیک آبی اینستاگرام رو تلگرام رو گرفته، آیدی شخصی مریم HRPB و مرسی از تبریکات ویژه‌ای که شما عزیزان به ما گفتید و هر چی که ما داریم از لطف و حمایت شما سروران هست. عزیزای دلم بریم ببینیم چه خبرها هست برای فروردین ماهی عزیز. ببخشید که وقت دوستان رو گرفتیم. فروردین ماهی دارم براتون میبینم که روی مسیر حالا روابط احساسیت خیلی بهت فکر میکنه، طرفت به یادت هست و دارم فاصله و دوری میبینم بخوای داشته باشه، خیلی رود غیرت و تعصب داره و انگار یه رابطه‌ای هستش که به هر حال به خاطر حالا شخص رقیب خراب شده. خب یه رابطه بوده که 2 سال به هر حال توی رابطه بودین یا روی بعدی 2 شما ارتباط گرفتین اما خرابی ایجاد شده که من میبینم به زودی این شخص رقیب پوچ میشه. اردیبهشت ماهی تماس ارتباط تلفنی دارم براتون میبینم و انگار که یک نامه پیغام و خبری رو بخواید ازش دریافت کنین. فاصله و دوری مکانی باعث شده که رابطتون سرد بشه و یک مقدار نیاز هستش که مراقبت بیشتری داشته باشین روی این ارتباط. براتون افتاده تا 3 وقت آینده بچه‌ای که کات هستن دوباره آشتی دارن. خرداد ماهی آشنایی با شخص خاص و یک رابطه خوب و دوست داشتنی دارم براتون میبینم بخواید داشته باشین. یک برملا شدن مسئله دارم براتون میبینم که بخواید داشته باشین که به نفعتون هستش. از شخصی که توی حروف اسمش ی و نون داشته باشه براتون یک مراوده عاشقانه و دیدار عالی افتاده. از اینکه متولدین تیر ماه هستن برات دارم میبینم باید خودت تصمیم در رابطه با زندگی عاطفیت بگیری. بین 2 نفر 2 تا شخص انگار بلا تکلیف هستی. یه زن حسود دارم میبینم دخالت میکنه که از نزدیکات هست و انگار که بخواد در واقع یک شخص رقیب محسوب بشه و چیزی که از خیلی خانم میتونه که زیبارو باشه و این به هر حال باعث بشه که یک مقدار حالا دل طرف بلرزه. حواستون جمع کنید. مرداد ماهی برات افتاده یک رابطه عاشقانه با یک آقا برات افتاده. کاری که به هر حال براتون افتاده روی مسیر رابطه احساسی این هستش که انگار اون خانم حالا شخصی هستش که ورزشکار هست و در واقع دارم چیزی که میبینم این شخص رقیب ممکنه که یک مقدار حالا شما رو حتی به یه جای دعوت کنه و بخواد یه سری مسائل رو به روتون بیاره. شهریور ماهی در رابطه با مسائل عشقی ممکنه که با فردی که حالا ازش فاصله دارید یه سری روابطی داشته باشین و من براتون دارم انگار مثلا این شخص کشور دیگه هست ولی خب انگار که شما خیلی خودتون عاشق این شخص بخواید بوده باشین، خیلی در انتظار هستین که بخواد به سمتتون رجوع کردن داشته باشه. اگر که به هر حال دور هستین و کات هستین به زودی برگشت براتون افتاده. از مهر ماهی برات افتاده شروع یک رابطه عشقی جدید روی مسیر زندگی روی وعده 2 برات اتفاق میفته. فردی که همیشه توی رویاهای شما وجود داشته توی حروف اسمش الف و نون داره وارد زندگیت میشه و حس خوبی به دست میده. آبان ماهی غم و غصه یک رابطه عشقی که خیلی هم پر دردسر هست توی فالت افتاده. انگار شخصی هستش که ماهی روشن داره، اخلاق بد زیاد داره و یکم هم افسرده به نظر میرسه. از یک ما یا نام
نامی برات یک رابطه عاشقانه رقم میخوره. آذر ماهی برات دارم فرد جدیدی وارد زندگیت میشه و برات افتاده که انگار یک شخصی که خیلی بخواد خوش مشرب باشه، خوش پوش باشه، گندمی رو به سبزه دارم بخواد داشته باشه، موفقیت و پیروزی و یک رضایتمندی برات توی این هفته افتاده از فردی که حالا فروردین ماهی یا دی ماهی باشه برات عالی افتاده همچین شرایطی. دی ماهی اگه توی رابطه هستین احتمال جدای موقت براتون افتاده و انگار اون فردی هستش که قد بلنده، لاغره و منضبط و بلند پرواز هستش. بهمن ماهی برات افتاده که توی عشق شما یک سد و مانعی وجود داره که باید یک راه حل مناسب براش پیدا بکنین. طرفتون فردی غیر صمیمی، خشک و لجبازه ولی شما بازم دوستش داری. اسفند ماهی برات افتاده مدت زیادی هستش که توی یک رابطه عشقی هستی که به زودی این رابطه به ازدواج ختم میشه. اگه مجردی به زودی دارم رابطه پایدار عاشقانه رو تجربه میکنی. اگر خوشت اومد لایک، سیو و اشتراک گذاری حتما داشته باش و کامنت ماه تولدت و برای استجابت اون نیت قلبیت هر ذکری از القاب خدا به ذهنت